گذشته شخص انتحار کننده یک اراده واسطه باربری مملو از مواد انفجاری خود این در می که نزدیکی کنسولگری کشور دوست آلمان در مزار شریف است میرسانه و از اثر همین انفجار 3 نفر سربازای ما که در درب ورودی کنسولگری اونا مصروف پیره بودن اینا زخمی شدن که فضل خداوند وضع سی از اونا خوب است و تعداد 4 نفر از هموطنان ما که از این ساحه عبور میکردن اونا متاسفانه شهید شدن. انفجار موتربم دقیقاً شب گذشته حوالی ساعت 11 در مقابل با کنسولگری آلمان در حمیده به اونا پیوست و نظر به معلومات آمر امنیت قماندانی امنیه بلخ که در اثر انفجار 4 تن کشته شدند و مسئولان در شفاخانه حوزه بلخ میگن که بیش از 120 تن مجروحین به شفاخانه انتقال یافتند.